بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. ماه رمضان چه پر عطا می گذرد، ماه رمضان چه پر عطا می گذرد، دریاب دمی که با دعا می گذرد. خون گریه کنید بر افغان ماه عزیز، تسبیح و تراویح و دعا می گذرد. خداوندی تبارک و تعالی در این آیه فوق تلاوت شده می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان ماه است ما نازل کردیم در این ماه قرآن عظیم و شان را. رمضان بهار قرآن است، رمضان جشن قرآن است که در این ماه بزرگ رمضان قرآن عظیم و شان نازل شد. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن در ماه رمضان از جانب الله سبحانه و تعالی برای بندگانش نازل شد و برای جدا کردن حق از باطل نازل شد و برای جدا کردن حلال از حرام نازل شد و برای جدا کردن کفر از ایمان نازل شد و برای جدا کردن دوست از دشمن نازل شد و برای بلندی را از پستی، سیاهی را از سفیدی فرق کردن نازل شد. انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. این ماه بسیار فضیلت و بسیار برکات زیاده دارد. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند از رسول صلی الله علیه و سلم: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية ابواب الرحمة. رواه البخاري ومسلم. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودند
هنگامی که رمضان فرا می رسد دروازه های بهشت باز می شود. هنگامی که ماه بزرگ رمضان وارد خانه های شما و زندگی شما می شود، همان شب همان روز درهای جنت باز می شود و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیطان ها زنجیر کشیده می شود و شیطان های خلل رسان و زیان رسان به زنجیر کشیده می شود و در یک روایت دیگر آمد است که درهای رحمت نیز گشاده خواهد شد. آره عزیزان من، رسول اکرم علیه السلام با زبان شیرینشان از فضیلت و برکت رمضان و ما چنین توصیه ها دادند: با آمدن رمضان درهای جنت گشاده می شده است. هر کی جنت می خواهی از خیر و خوبی ها و برکات رمضان استفاده بر و درهای دوزخ بسته می شود. هر کی از غضب خدا از قعر دوزخ می ترسی حرکت بکن، خودت را از دوزخ دور بکن. و هر کسی که می خواهد در بند شیطان نباشد، شیطان را خداوند در رمضان بسته می کند به زنجیرها. از شیطان دوری کن. و هر کسی که رحمت خدا می خواهد شبها و روزهای رمضان را چون رحمت استفاده برد. رمضان مبارک ماهی است که هر دقیقه او، هر نفس او، هر ثانیه او، هر لحظات او رحمت است. اولها رحمتون، 10 روز اول رمضان رحمت است. بند خدا چه کار کردی؟ چقدر از رحمت خدا استفاده کردی؟ رمضان را به خواب و خور نگذران. تلاوت قرآن، تسبیح و تراویح، ختم قرآن، گریه و زاری، استغفار، عبادت ها را 10 چند و 100 چند زیاد کن، حرکت کن. زیرا رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. هر کسی که در طلب خیر هستی حرکت کن، این ماه را استفاده بر. هر کی میخواهی که خیر بکنی از خیر رمضان استفاده ببری، کمر همت ببند. رسول الله صلی الله علیه و سلم عایشه مادرمان روایت میکند وقت رمضان می آمد کمر همت را مستحکم میبستند و عبادت را 10 چند و 100 چند زیاد میکردند. یا باغی الخیر اقبل، استقبال کن رمضان را با تلاوت قرآن، با استغفار، با تراویح، با ختم قرآن، با تهجد، با توبه گناه، با طلب رحمت خدا. و یا باغی الشر اقصر. و هر کی در طلب بدی هستی، شر و گناه، رمضان مبارک آمد، باید از گناه دست بکشی. هنوزم دلی تو در طول 11 ماه از گناه و معصیت و شراب و عیاشی و مینوشی خنک نشد. رمضان مبارکم آمد، باید از گناه دست بکشی. تا به هنوز بیدار نشدی، گناه میکنی. رمضان شوینده گناه است. گناه 1 ساله تو را خدا میسوزاند، میشواند. بنده غافل، چرا از گناه دست نمیکشی؟ چرا رمضان آمد بیدار نشدی؟ چرا استغفار نمیکنی؟ چرا توبه از گناه نمیکنی؟ چرا بازگشت به الله نمیکنی؟ پیامبر
پیامبر صلی الله علیه و سلم دلسوزانه بر من و تو میگوید هر کی طلب خیر داری حرکت کن، 3 روز رمضان را از دست نده، هر لحظه او رحمت طلب کن، هر لحظه او بیدار باش، هر لحظه او با خدا باش، هر لحظه او عبادت کن. یا باغی الشر، ای کسی که دائم در طلب گناه و بدبختی و رسوایی و گناه و معصیت هستی، چرا دلت از گناه خنک نمی شود؟ چرا دست از گناه معصیتی خدا نمی کشی؟ چرا بیدار نمیشی؟ چرا از این حمامی که خداوند بر تو نازل کرده است که رمضان حمام است، شوینده گناه، چرک ایمان تو، روح و جسم تو را میشوید، پلیده های روح و جسم تو را میشوید، پاکیزه میکند، چرا استفاده نمیبری؟ یا باغی الشر اقصر. بندگان خدا، ای کسانی که تا به هنوز 10 روز رمضان رفته ایستاده است، دست از گناه نمیکشی، هنوزم وقت است بیدار شو. 10 روز رحمت را استفاده نبردی، لااقل از مغفرت او استفاده ببر، از عتق من النیران او استفاده ببر. عزیز من، رمضان زود میگذرد. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، پدر بزرگوار، مادر عزیز، پیرمرد، پیرزن، هر کی هستی، چه بایی، چه کمبغل، چه فقیری، چه تاجری، چه عالمی، چه ظالمی، هر چیزی باشی، بیدار شو، از رمضان استفاده کن. درهای رحمت پروردگار، همت پروردگار، غیرت پروردگار، شجاعت الله کشاده شده است. الله نزد تو فرود آمده است، الله با تو است. فاذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. از کریمی الله استفاده بر، از رحیمی الله استفاده بر، از رحمانی الله استفاده بر، از ستاری الله استفاده بر. لا اله الا الله، لا خالق الا الله، لا موجود الا الله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا تنها تو را عبادت میکنیم، خدایا تنها تو را عبادت میکنیم، تنها تو را پرستش میکنیم. خدا تنها سری خود را در پیشگاهی با عظمت تو خم میکنیم، سجده میکنیم. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم. و بزرگی و عظمت خدا را یاد کن. چرا همت نمیکنی؟ چرا در پی استفاده برای رحمت خدا نیستی؟ گناه میکنی، معصیت میکنی، نافرمانی میکنی، توبه نمیکنی. بندگان خدا، حرکت کنید، از رمضان استفاده برید، رمضان به فایده نگذرد. و ای کسانی که مردم را دعوت میکنید، ای داعیان، ای بلبلان، ای واعظان، ای کسانی که برای مردم خیرخواه هستید، ای کسی که میخواهی که از خیر رمضان مردم را بیان بتی، یقین بدان که ماه مبارک رمضان ماه تغییر و تبدیل است. ماه رمضان ماه تغییر یافتن زندگی است. در رمضان زندگی انسان به تغییر و تبدیل بیفتد. باید زندگی انسان باید تغییر یابد، تبدیل یابد. باید در اعمال و رفتارمان تغییر بیاوریم. وقتی رمضان می آید
هر کس باید در اعمالش و رفتارش تغییر بیاورد. هیچگاه بدبین و بدخواه در حق هیچ برادر و خواهر نباشیم. وقتی رمضان می آید نسبت هیچ برادر و خواهر مسلمانت گمان بد نداشته باش. بدبین خواهر یا برادر نباش. حتی اگر دیدی برادر و خواهر مسلمانت گناه انجام میدهد که این خطایشان یا بر اساس ضعف اراده و ایمانش است و یا هم غفلت صورت میگیرد، باید نصیحتشان کرد. اگر دیدی که برادر یا خواهر در رمضان جنایت میکند، در رمضان گناه میکند، نافرمانی الله میکند، نسبتش بدگمان مباش، نسبتش بدبین نباش، مهربان باش، به خاطر الله نصیحتش کن، به خاطر الله امید ثواب نصیحتشان کرد. نه اینکه آنها را به خاطر گناه تن بزنی و لعنت و ناسزا بگویی، بلکه اگر دوستشان داری به خاطر الله راهنماییشان کن و در حقش دعای نیک بکن. اگر میبینی که یک بنده گناه میکند، به یگان عذر شرعی رمضان مبارک روزه نگیرید، نماز نمیخواند، دیگر جنایت و گناه و معصیت میکند، این گناه، این نافرمانی یا از ضعف ایمان است، یا از روی نادانی است، یا از روی تکبر و غرور است. من و تو که دلسوز بنده خدا باشیم، باید بریم نزد او بنده خدا، بنده غافل خدا بشینیم، او را باید شیوه زیبا، باید نصیحت زیبا، باید شیرین سخنی نصیحتش بکنیم. و اگر میخواهی که از تو بپذیرم دعوتت را، پس برادر عزیزم خود را و اعمالت را سراسر خیر کن و نیکو بگردان. هر کسی که خیرخواهی امت است، هر کسی که خیرخواهی بندگان خدا است، اگر بخواهد که دعوتش را مردم بپذیرد، سخنش مؤثر باشد، باید خودش و اعمالش را اول تغییر بدهد، زندگیش را تغییر بدهد. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا، باید اعمال صالح انجام بدهد. اگر میخواهی که دعوتت دلنشین باشد، اگر میخواهی که سخنت جذاب باشد، عملی خیر انجام بده، زندگیت را تغییر بده، سراسر به طرف خیر برو، از شر دست بکش. و نگاهی دلسوزانه بروی برادری جنایتکارت بکن. دیدی که او گناه میکند، با آب دیده با یک نگاهی دلسوزانه بروی اون نظر بکن و امید از الله داشته باش. شک نکن اگر دیروز که در راهی غلط روان بود، گناه و معصیت میکرد، امروز به هدایت خدا نزدیک شد، به هدایت خدا هدایت یافت، در این شک نکن که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مکه مکرمه پیش از آن که هدایت بیابد، شمشیر در دست سر محمد نکاح میگشت، با یک دعای شیرین و لذیذ رسول اکرم: اللهم اعز الاسلام بعمر بن خطاب
خدایا اسلام را با دست عمر پسر خطاب رواج رونق میده. عمر شد عمر جان، عمر شد مسلمان، عمر شد یار دوم، عمر شد سفیر و وزیر رسول الله صلی الله علیه وسلم. بدیهای عمر را دیگر قرآن، خدا، رسول دیگر نگاه نکرد. بدیهای عمر با مجردی گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله تبدیل به حسنات شد. خدا سیئات را تبدیل به حسنات کرد، دشمن را دوست کرد، سیاه را سفید کرد، بد را خوب کرد. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. هر آینه باطل خار و ذلیل است، هر آینه نور و ایمان در رونق و رواج است. بنابراین تو شک نکن داعی محترم، برادر عزیز من، یه بنده را میبینی که گناه میکند، معصیت میکند، با دلسوزی، با شیرین سخنی، با نظر مهربانه رفته به او را بگو برادر عزیزم، خواهر عزیزم، پدر مهربان، مادر عزیزم، گناه نکن، رمضان است، استغفار بکن، توبه بکن، بازگشت به الله بکن. ماهی رحمت و برکت هاست، ماهی نزول ملائکه رحمت هاست، ماهی غیرت و شجاعت و همت الله. استفاده بر، بیدار شو. هرگز شک نکن که بنده که دیروز گناه کرد و امروز هدایت یافت که الله آنها را هدایت کرده و سراسر زندگی آنها را خیر گردانید. و خواهران و برادران زیاد دیگر از هدایت این برادران هدایت یافته و خواهران هدایت یافته متأثر خواهد شد. و از جمله رستگاران و هدایت یافتگان میگردند. یک برادری که گناه میکرد، معصیت میکرد، با نصیحت من و تو اگر هدایت یابد، از هدایت این بنده دیگر بنده های الله، دیگر برادرها، دیگر خواهرها هدایت یافته و رستگار خواهند شد. پس زشتی نکن، زشت نرو، بدبین نباش نسبت برادر مسلمانت، گمان بد نکن عزیز من. دلشان را به دست بیاور، دل بنده های خدا را به دست بیاور و دوستشان بدار. و دوستی آنها را با الله برقرار بساز که در این صورت هم دنیایشان و هم آخرتشان آباد و سرفراز می شود. اگر ما با شیرین سخنی، اگر ما با نرمی، با خوبی، با مهربانی، با دلسوزی، با محبت، با عشق بنده های خدا را با یک نظر مهربانه دعوت بکنیم، دعوت ما را اگر بپذیرند، دنیای آنها، آخرت آنها آباد می‌گردد. ولی اگر زشت رفتیم، ولی اگر زشت رفتاری کنی و فقط تن ولن گفتی و آنها را از دین متنفر کردی و ناامید ساختی، بدان که آنها را از الله متعال بیشتر و بیشتر دور کردی، بدان که آنها را بدان که آنها را بیشتر و بیشتر از الله دور کردی، که در این صورت ضربه بزرگ به آنها وارد میکنی و شیطان را
در دور ساختن بندگان الله همکاری خواهی کرد، بلکه باید عملا کوشش کرد و آنها را به هدایت نزدیکتر سازیم و از جهل و بدبختی به سوی خوشبختی راهشان دهیم. پس مهربان باش، در حق بندگان الله رحمان نزیشت و متنفر و بیرحم نباش، چرا که دین الله سراسر رحمت، شفقت، دلسوزی و خیرخواهی و مهربانی است. از خدای تبارک و تعالی می خواهم که خداوند بندگانش را بیدار بگرداند در این ماه رمضان. الهی ما را بیدار بکن، الها ما را به خودت قریب و نزدیک بگردان، الها دلسوزی ما را نسبت به بندگانت بیشتر و بیشتر بکن. الهی علماء کرام را در پرده عصمتت نگهدار. الها آنهایی که حق قرآن، حق ایمان، احکام دین و شریعت را به مردم میرسانند، آنها را غیرت و شجاعت و حمیتشان را زیاد بگردان تا در راه اهدنا الصراط المستقیم سبب هدایت مردم شوند. آن چیزی که قرآن میگوید، پیامبر میگوید، آن را به مردم برسانند. خدایا برنامه‌های شرعی، برنامه‌های رحمانی و قرآنی را زیاد بگردان. زبان علما را به حق گفتن به مردم خدایا گویا بگردان. حلال خوری و حلال گردی و حلال زندگی کردن را برای امت مسلمان نصیب بگردان. خدایا این وبا و این مرضی که امروز سراسر عالم را به تهلکه افتاند و به هلاکت آورد، پروردگار امت اسلام را از این بلا، از این وبا در پرده عصمتت نگه دار. پروردگار خود فرمودی در کلام زیبایت: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدای قرآنت را شفا کردی برای مؤمنها و رحمت گرداندی برای مؤمنها. خدای ما را از رحمت خودت و از رحمت قرآنت و از شفای قرآنیت جمله بندگان مسلمانت را با قرآنت شفا بده. امروز این ویروسی که مردم را هلاک کرده ایستاده است، دنیا را به زانوی ادب شناند، تا به هنوز که درمان او را، طبابت او را نمی‌یابند ابد قدرتان دنیا. خدایا ما بندگان مسلمانت یقینی کامل داریم که قرآن را شفای این درد گرداندی و با زبان پیامبرت صلی الله علیه وسلم ما را تعلیم دادی: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدایا شفای کامل، شفای عاجل برای عموم مسلمان ها در کره زمین، خصوصا در وطن ما تاجیکستان عزیز خدا نصیب بگردان و فرزندان امت اسلام، فرزندان مسلمان ها را در مسافرت ها، در شهرهای غریبه، در هجرت ها، خداوند آنها را از این وبا، از این بلا در پرده عصمتت نگه بدار و بعد از جمع و جور شدن این وبا، این بلا، فرزندان مسلمان ها را صحت و سالم و غانم به وطن آمدنشان نصیب و روزه بگردان. و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.